که روز سیاه میشود. همین ما افسوس صد افسوس که سپری شده، اما الحمدلله ما خوشنود و خرسند از او هستیم که امتحان پروردگار است. ماه روزه داشتیم که خداوند متعال به خودش روزه او را نسبت داده است. در حدیث اومده است، میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که خداوند متعال میگه کل عمل ابن آدم له، هر عملی که فرزند آدم میکنه برای خودش میکنه الا صیام، مگر همین روزه ماه شریف رمضان. فانه لی و انا اجزی به. الله عزوجل گفت که بنده روزه را برای من میگیره، پس پاداش و مزد این بنده در ذمه من، مزد و پاداش این بنده را من میتونم. مگر از این دیگه بشارت بزرگتر میشود. الله اکبر. یا رئیسی کلخوز بگد که در همین عید یا پدرکت میتونم، دلت گم میزنم میگوی اگه 4-5 ساعت زمین میتونم با امکانیت زمین دادن داره. آخه الله که همه کائنات ملکشن، ملکش زوال نداره. پروردگاری که در حدیث قدسی اومده است میگه یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. ای بندگان من، از ابتدای آفرینش تا روز قیامت خرد و کلان، نر ماده، جین انسان، اگر همه در همین یک موضع حشر کنم میرم تا قایم تو کنم، هر کس چیز دلش میکشه از من طلب کنم. وای انسان هم بدونه که با مال دنیا سیر نمیشود. یک دره طلا داشته باشد در طلب دره دیمش میگلده، هر چی دلش میکشه، هر قدر دهنش میبره، اگر از من طلب کنه مرادی همه تا اگر ببرورم، از ملک من همون مقدار کم میشود که تصور که یک سوزن بگیریم در اقیانوس در کنیم، ایامو آب اقیانوس سوزنی میشه چند میبریم، یعنی هیچی از ملک یک سری خست کم نمیشود. همین پروردگار بشارت داده است، ای بنده تو روزه را برای من میگیری، پاداش و مزد تو در ذمه من هست. الله اکبر. الله از این دیگه بشارت بزرگتر عزیزتر از زیباتر نمیشود. انا که الحمدلله رب العالمین روزی سعید فطر، عید سعید فطر، روزی نبی ستاندن یعنی جایزه های در خبر اومده است. امام طبرانی روایت میکند به اسناد حسن، میگه حضرت که اذا کان یوم عید الفطر وقفت الملائکه علی ابواب الطرق، در روز عید سعید فطر به همین دمیدن صبح صادق ملائکه ها پستاشون میگیرن، در سر هر کوچه و هر خمگشت و هر شاهراه میستن، تنادوا ندا میکردیم اغدو یا معشر المسلمین الی رب کریم، شتاب کنه ای گروه مسلمانان، شتاب کنه به سوی پروردگار کریم تان، به سوی اما الله بزرگی که وقتی بنده با امید دست به سوش میبرداره شرم داره الله که دستای بنده را خالی و صفر برمیگردونه. شتاب کنه به سوی پروردگار. لقد امرتم بصیام النهار فصمتم، شما را خدای تعالی امر کرده بود بر روزه روزهای این ماه روزه گرفته، و به قیام لیال فقمتم، با قیام شبها و نماز تراویح پیغمبر محبوب صلی الله علیه و سلم شما را ارشادت فرمود شما قایم بوده در شبهای رمضان. و اطعتم ربکم، از همه بالاتر و بالاتر شما خدا را اطاعت کرده. این را ببینید همه چیز ریا داره، اما روزه ماه شریف رمضان ریا نداره. یکی علتهایی که خداوند به خودش نسبت داده است که بنده روزه را برای من میگیره همین است. نماز میشود بر ریا بخونید، زکات مال بر ریا داده میشود، حج خانه خدا را بر ریا کرده میشود، اما روزه ریا نداره. او آدمای ریاکار روزه نمیخورند در خلوت، پس روزه دار نیستند. از همین خاطر روزه را بنده به خاطر الله میگیره. اطعتم ربکم، شما اطاعت پروردگار را کرده. این یک نعمت بزرگ است، به خدا قسم هدیه الهی است، عطای همین ماه بزرگ و ماه شریف برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم. شما اطاعت کرده. فقبضوا جوایزکم، بیاید که جایزه هاتون را بگیره، همون وعدهایی که خدای تعالی نسبت کرده است بیاید نامنویس شیدگی شما بیاید بگیره مکافاتون. و حضرت بشارت میده میگه فلما صلوا
یقال لهم قوموا مغفورا لکم. وقتی که نماز عید ادا میکنن میگه ای هر سنیدا میشود بنده های خدا بخیزه شما را خداوند بخشید، شما بخشیده شده اید، شما الکی از رحمت پروردگار برخوردار شده. اگه برید نزد خانه هاتون، برید همدیگر را خبر بگیره، در حق همدیگر دعای خیر کنه. امروز روز عید شما و حضرت گفت ذالک یوم الجوایز، این روز جایزه ها است. و یسمى ذالک الیوم فی سماء یوم الجوایز. این روز حتی ملائکه های 7 قبط آسمان هم روزی جایزه میگوید. در پیش انا میخوای روزی بزرگ داریم. سبحان الله. خدا را پس باید ما شکر کنیم پیوسته علی دوام. شما شو کسایی هستن که در ماه شریف رمضان نه فقط روزه نگرفتن بلکه از فسق و فجور نفسی پلید خچون را باز داشته نتونستن. در رحمیویم یکمان هفته پیش بود یک آدم اول ما گفتیم کساله چه ناشکری شود. یا وقت همون روز که منیو را میدیدیم هم تریده نمی هر سه الوانش خورده خونه سوخته مست در قد کوچه نه از خدا شرم میداره نه از بنده های خدا شرم میداره. با همون شریک میگه که دنبالو میگن که شیطان ها زنجیر پیچن اوی چی بونه موشه عرق خورده است. اگه می لعنتی خود شیطان هست این دیگه احتیاج به شیطان نداره. شیطان شرط نیست که ای جنسی جین باشه. شیطان از زمره انسان ها را میشوه. در آخرین سوره قرآن عظیم شان پروردگار ما شما را تاکید کرده است که به خدا پناه طلب کنه، با پروردگار عالمیان پناه طلب کنه. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده و پنهان شونده الذی یوسوس فی صدور الناس، او شیطانی که در قلب‌های مردم وسوسه می‌انگیزه. من الجنة و الناس، چه از زمره جن باشه و چه از جنس انسان. در حدیث اومده است میگه حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت ابوذر غفاری را یا ابوذر تعوذ بالله من شر شیاطین الجن و شیاطین الانس. ای ابوذر گفت به خدا پناه طلب کن از شر شیطان های جینی و شیطان های انسی. حضرت ابوذر با تعجب گفت که یا رسول الله اول الانس شیاطین، آیا همین جنس انسان هم شیطان دارد؟ حضرت گفت بله. حالت ها و وضعیت های می شود در دنیا که شیطان های انسی ای شیطان های جینی در زیادتر می شوند، ضرر رسانتر می شوند. خدا رحمت کنه شیخ عطا را در منطقه تای روایت میکنه میگه آن یکی شد پیش آن صاحب چیله کرد از ابلیس بسیار گیله. یک شیخ بزرگوار در مسجد اعتکاف شیشته است میگه یا مریدش یه روز پیرش خبرگیری میآید. پیرش وقت ایتابش میکنه که خانه آباد برای چی مسجد نمیایی، در مسجد نمیبینم در نمازی جماعت. ای شیطان گیله میکنه. گفت ابلیس هم به تلبیس برد راه کردین بر من به تراری تباه. حضرت گفت چیکار کنم که همین شیطان لعین نمیگذارم بودی. هزار یک شیطانه در قلب میدوزه، یا فکرهای را در سر میاره، یا پرابلم های میشود که هر قدر قصد میل میکنم بیام نمیشود. شیخ گفتش ای جوان مردی عزیز آمده بود پیش از این ابلیس نیست. شیخ گفت چی رو تصیح میکنی؟ همولی پیش ایته همون شیطان اومده بود، مشتکی بود از تو آزرده بود، خاک از جوری تو بر سر کرده بود. ای بالای تو شکایت اومد که ای شیخ همون کسافت مریدی نبریده بگو که همه گناهاش به نام من سپیسد نکنه. او من چند سال شد ای رنگی او بیزارم چینش نمیرم. او خونه سوخته ای بده شیطان تر شده نام من را نگیره دیگه من ای رنگی او بیزارم. و حضرت تحقیل میکنه میگه تو بودی آدمی دیو از پیت میدوید و میچشانید اومید، چون شدی در خوی دیوی استوار میگریزد از دیوی نوبکار. و وقتی تو آدم بدی مسلمان بدی که او شیطان وسوسه میکرد، اما وقتی که تو خودت شیطان شدی ای شیطان در گناه زیادتر میکنی همون شیطان هم تو نکیبه میگریزد. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. خداوند در قرآن میگه در ضمن سوره حشر الله مثل شیطان که انسان از راه حق منحرف میگردونه فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. وقتی که انسان از راه حق گمراه کرد و میگه من ای رنگی تو بیزارم، من از الله که پروردگار عالمیان است میترسم.
تو تو بودی آدمی دیو از پیت میدوید و میچشانید اومید چون شدی در خوی دیوی استوار میگریزد از دیو نوبکار شیوه ابلیس از تلبیسی توست در تو یک آرزو ابلیسی توست این طایفه هم طایفه شیاطین انسی است و ایلا خبر پیامبر صلی الله علیه و سلم است میگه یصفد کل شیطان مرید همه شیطان های ضرر رسان به امر پروردگار در این موضوع زنجیر پیچن همه که قریب تشنگی را احساس نمیکنی گشنگی را احساس نمیکنی والله به خاطر همه عطای پروردگار نسبت به بنده هاش خدای بزرگ صاحبای دعا فرزندای بابای حاجی ظهورالدین علیه رحمه را از جمعی بلا و بزرگان حفظ کنند پروردگار خیرات احسانات شما ملکای دنیامش قبول کنند خداوند رحمتش کنه بابای حاجی را خودش که جوانمرد بد ببینه ای شیر بچه ببینه فرزندارم عین کاری پدر را تکرار کرده است انشاءالله بشارت حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم است من فطر فی رمضان صائما کان مغفرة لذنوبه و عتقا لرقبته و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجر صائم شیء هر کس در ماه شریف رمضان یک روزدار را با طعام افطار ضیافت دهد در عوض خدای تعالی گناهاش رحمت و مغفرت میکند و از آتش جانسوز جهنم نجاتش میبخشد و با سرشماری برادرایی که در محفل خیر شرکت دارند خداوند در نامه اعمال صاحبای خیر اجر پاداش نوشته می‌کند خداوند بزرگ در نامه اعمالش و اجر پاداش این خیرات نوشته بگردانه و روح پدر مرحوم و والدین مرحوم در عالم برزخ شاداب بگردانه از عمل نیک فرزندان و نبیره‌ها و پروردگار از شرافت برکات ماه بزرگ رمضان و عید سعید فطر انشاءالله و اهل خاندانشون مهمانای عزیزه برخوردار و نصیب بگردانه آمین یا رب العالمین